دیرالا دوستای عزیز، امیدوار هستم که این پروگرام تا این لحظه خوش شما آمده باشه. لحظات آخری پروگرام ماست، 1 دقیقه از پروگرام ما مانده. من میخوایم از این 1 دقیقه استفاده مثبت بکنم. یک شعر دارم به اجازه شما. عزیزم شاعر افغان زمانی، عزیزم شاعر افغان زمانی، رفیق و مونس و جانان زمانی، حلیم و بردبار و نیک سیرت، فقیر و عارف دوران زمانی، ضعیف و ناتوان و لاغر اما ستون گنبد برهان زمانی، کنارت می نشستم با محبت، کنون بی تو دلم گریان زمانی، به یادم هست با هم راز دلها، ادیب و یاور انسان زمانی، جنت باشد مکانت یار عاشق، جنت باشد مکانت یار عاشق، قرین رحمت یزدان زمانی. دوستان عزیز، ناگزیر استم از شما خداحافظی بکنم. پروگرام ما در همینجا خاتمه پیدا